مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که راز مرگ مشکوک آزاده نامداری و یک مرگ اسرارآمیزی که این شخص داشته رو برای شما افشا بکنیم. سلام. امروز میخوایم هممون یه تغییر کلی و اساسی داشته باشیم. هممون تصمیم گرفتیم متفاوت باشیم. اصلا نظرتون راجع به تغییر چیه؟ آدم برای اینکه بخواد اول یه چیزی رو تغییر بده، اول باید خودش رو تغییر بده. فکر باید شما دوست دارین دوربین همیشه بالا باشه یا نه گاهی بیاد پایین و این پایینا رو هم ببین؟ به نظر من این پایینا هم چیزایی داره که ما همیشه بهشون دقت نمی‌کنیم. گاهی لازمه تغییر کنیم تا همه چیزای جزئی هم ببینیم. تغییر یعنی چی؟ تغییر و تحول همیشه خوبه یا خوب نیست؟ حالا فکرشو کردین؟ گاهی وقتا اگه ما خودمونم نخوایم تغییر می‌کنیم، حتی اگه به میل اراده خودمون نباشه. خودتون رو 5 سالگیتون مقایسه بکنین با 10 سالگیتون، با 15 سالگیتون، بعدها با 20 و 30 و 40 سالگیتون. همیشه ظاهر آدما در حال تغییره. قیافشون، لباساشون، مدل موهاشون، قدشون، وزنشون همش تغییر میکنه. پس چه خوبه ما هم همزمان که در ظاهرمون داره تغییر میکنه درونمون هم تغییر بدیم. یعنی اگه بزرگ شدیم فکرمون هم بزرگ کنیم. اخبار ضد و نقیضی در رسانه ها منتشر شده بود. حتی نتایج پزشکی قانونی هم یک بار اعلام شد که تصمیم گرفتن خانواده آزاده نامداری که یک گروه دیگه و یک هیئت پزشکی دیگه آزمایشات آزاده نامداری رو بسپارن که نتایج عجیب و غریب و جنجالی به وجود اومده و منتشر شده که منابع خبری ما، حالا من سعی کردم که ازشون یه سری اخبار رو بگیرم. آزاده نامداری که در تاریخ 7 فروردین ماه 1400 ساعت هلوش 7:30 عصر به وقت تهران خبر فوتش در رسانه ها منتشر شد که جنجال های زیادی رو هم به پا کرد. عده‌ای معتقد بودن که در همون ساعت اولیه که آزاده نامداری به قتل رسیده، عده‌ای معتقد بودن که خودکشی کرده و عده‌ای معتقد بودن که به نوعی اووردوز کرده و مصرف بیش از حد 100 داروی ضد افسردگی باعث فوت آزاده نامداری شده بود. آزاده نامداری که در طول چند سال گذشته شرایط روحی خوبی نداشت. حتی سجاد عبادی هم یک بیانیه خونده بود در مراسم 40م آزاده نامداری که در انتهای این ویدیو هم اون بیانیه رو برای شما دوباره پخش میکنیم. اما مرگ مشکوک آزاده نامداری باعث شد که صحبت‌های ضد و نقیضی هم از سوی سخنگوی اورژانس تهران گفته بشه، هم از طریق رئیس پلیس تهران هم راجع به این قضیه صحبت شده بود و پزشکی قانونی هم نسبت به این قضیه صحبت کرده بود که تمام این حرفا و صحبت‌ها کاملاً با هم دیگه ضد و نقیض بود. اون چی که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر به این بود که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده است. ماهیتاً اظهار نظری انجام نشد. خبری منتشر شد در ارتباط با اظهار نظر پزشکی قانونی در حالی که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده بود. اما تا امروز بررسی‌های قضایی و بررسی‌های پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند و این پرونده یک پرونده جنایی نیست. با توجه به این که اوضاع و احوال پرونده و بررسی‌ها حکایت از این دارد که این پرونده جنایی نیست، در سایر جهات انشاءالله در فضای آرام با مبتنی بر اظهار نظر پزشکی قانونی و ابعاد کارشناسی قاضی مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. بایستی اجازه بدیم فضای جامعه فضای آرامی باشه. الان که الحمدلله گویای این هست که جنایتی در بین نبوده است تا اظهار نظر دقیق کارشناسی توسط پزشکی قانونی و مبتنی بر اون توسط بازپرس پرونده انجام میشه. اما اون چیزی که مشخص هستش اختلافات خانوادگی بین آزاده نامداری و همسرش وجود داشته. این در حالیه که در رسانه ها این اختلاف خانوادگی
کاملا تکذیب میشه و البته همسایه‌های آزاده نامداری میگن که سر و صدا از خونه آزاده نامداری رو شنیده بودن در طول یک هفته 10 روز گذشته. حتی ویدیویی هم که آزاده نامداری منتشر کرده بوده حکایت از این داشته که آزاده نامداری باردار بوده، اما پس از ضبط این ویدیو اون چیزی که گفته شده بوده گویا به اصرار همسرش سجاد عبادی مجبور شده که بچه خودش رو سقط بکنه. این چیزی بوده که آخرین خبری بوده که اومده بوده بیرون، من دارم به شما میگم، و همین موضوع هم باعث شده بود که اختلاف بیشتر بشه بین همسرش سجاد عبادی و آزاده نامداری و این درگیری باعث میشه که سجاد عبادی دست دختر 4 سالش رو بگیره و به شمال بره. این در حالی بوده که به پدر و مادر آزاده نامداری خبر نداده بوده که تنها رفته شمال و وقتی که از آزاده هلوهاش 12-13 ساعت بیخبر بوده زنگ میزنه به خانواده آزاده نامداری که برن توی خونه و اونها مجبور میشن که در خونه رو بشکنن و هلوهاش ساعت 7:30 بعد از ظهر با پیکر بیجان و بی‌لباس آزاده نامداری در پذیرایی مواجه میشن که گویا چند ساعتی از فوتش گذشته بوده. اون چیزی که مشخص هستش پزشکی قانونی 2 بار برای خانم آزاده نامداری تشکیل شده. بار اول اطلاعاتی که داده بودن اعتراض زده بودن خانواده آزاده نامداری و گفته بودن که نه، این اطلاعاتی که توسط پزشکی قانونی منتشر شده اطلاعات دقیقی نیست. مجبور شدن که هیئت پزشکی قانونی رو عوض بکنن، اما نتایج در بار دوم کمی عجیب‌تر بوده و آزاده نامداری در نتایج پزشکی قانونی و آزمایشاتی که گرفته شده بوده در داخل خونش و در داخل اون از آزمایشاتی که بوده مواد مخدر کوکائین، گل و همچنین ترامادول دیده شده به همراه مصرف دارویی به نام زولپیدوم اگر اشتباه نکنم درست خونده باشمش و مرگ این شخص رو ساعت 4:30 صبح تخمین زدن که هلوش 13-14 ساعت بعدش خانواده آزاده نامداری از این فوت دخترشون با خبر شده بودن. و نکته‌ای هم که وجود داشته اختلافات خانوادگی زیاد بوده بین سجاد عبادی و همسرش آزاده نامداری که در طبقه 7 برج مهستان منطقه سعادت آباد تهران زندگی می‌کرده و پروندهش توسط کلانتری 134 شرک قدس بررسی شده بوده و رفته جلو. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که ابتدا یک سری تصاویر قرص رو منتشر کرده بودن که با بررسی این تصاویری که روی تصویر هم می‌بینید این قرص‌ها بدون استفاده هستش و گفته بودن که آزاده نامداری قرص مصرف کرده بوده بیش از 100 تا. این هم تصاویرش، اما وقتی شما به این قرص‌ها نگاه می‌کنید کاملا قرص‌ها روکششون بسته هستش و هیچ کدوم از این قرص‌ها استفاده نشده بوده و متاسفانه آزاده نامداری در طول چند سال گذشته درگیر بیش از حد مواد مخدر بوده، مخصوصا کوکائین به همراه شقایق دهقان که هر دو با هم دیگه مصرف مواد مخدر داشتن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره و شایعه خودکشی آزاده نامداری رو قوی تر میکنه که سعی کرده بودن در رسانه ها موضوع خودکشی رو هم کنسل بکنن و بگن که این اتفاق نیفتاده. وجود دستنوشته بودی که در رسانه ها منتشر شده بود که یک دستنوشته بوده، اما این دستنوشته هلوش 5 صفحه بوده در یک دفتر مشق 40 برگی که آزاده نامداری برای فرزند 4 ساله و دختر 4 ساله خودش گفته بوده که از شرایط زندگی خودش راضی نیست، بنابراین ابراز ناراحتی کرده بوده و رضایت نداشته از زندگیش. و چیزی که مشخص هستش در طول چند سال گذشته فشارهای روحی و رسانه‌ای به آزاده نامداری بیش از حد بوده به خاطر موضوع ممنوع تصویری و اون اتفاقاتی که در سوئیس براش اتفاق افتاد و حجمه‌هایی که به سمتش بود. شخصی که گفته بودن تبلیغ حجاب میکنه و خودش در خارج از کشور بی حجاب بود و آبجو با الکل در سوئیس مصرف کرده، هرچند خانواده‌اش گفته بودن که اون آبجویی که خورده بوده بدون الکل بوده. آزاده جان، ببین سوال من اینه که ما اول اینو بگم که من قطعاً برام باعث افتخاره در مقابل تو همکار قدیمی، خواهر عزیز خودم بشینم و مصاحبه کنم، مثلا اینکه جای خودشه
باعث افتخار منه. ولی نکتم اینه، سوالم اینه، باز من وایساتو گوش کردم یکی دوبار، متوجه نشدم که زمینه صحبت ما میتونه در مورد چی باشه. یعنی قطعا اگر ما جلوی هم بشینیم مردم انتظار یه چالشی دارن، یه اتفاقی، یه چیزی. به نظرت اون چیه راجب؟ یعنی من میخوام الان مثلا بشینم سوال طراحی بکنم، اینا رو به من بگو. یه بار یادت باشه قدیم بهم یعنی بهم گفتی بیا بریم با هم مصاحبه کنیم. متا خب حالا موقع شرایط، یعنی نگاه تو موقع به من نگاه اجتماعی بود، می‌خواستی یه موضوع اجتماعی رو طرح کنی و من حرفتو کامل میفهمم. خب من از مصاحبه فراری هم به جهت اینکه خب خودتو جای من بذاری، میدونی که به لحاظ روحی خیلی اذیت شدم. یه بخش عمده‌ایش مثلا مصاحبه و اینا در اومد. فکر کردم که یه مصاحبه با هم بکنیم. میخوام بخندم، حرفای خوب بزنم، میخوام اون بعد شخصیتم که یعنی نمیخوام مثلا بنالم اصلا یا درباره معضلات حرف بزنم، واقعا میخوام بخندم. حالا اینا رو دارم بهت میگم بلند فکر میکنم، میخوام یک گریم خوب بکنم، میدونی، میخوام یک تصویر خوشایند از خودم به جا بذارم که اگر فردا پس فردا، حتی اینا به شوخی میخوام بگم، اینکه مثلا من یه عکس از خودم تو اینستاگرام میذارم، مثلا مردم 100 نفر کامنت میزنن که بارداری، چقدر چاق شدی فلان و اینا، و خب این خیلی منو مثلا میخندونه، چون من نه چاق شدم. چرا مثلا ممکنه نسبت به 10 سال پیشم چاق شده باشم، ولی خب بعد 10 سال گذشته دیگه، من یه بچه دارم. تصویر یک آدم خندون از من تو ذهن مردم بمونه، آدم خندونی که حالا خودم میگم هم گریم خوبی میکنم، هم لباس سعی میکنم خوشگلی بپوشم، هم میخندم، حرفای مثلا بامزه میزنم، یه دختر خوشحال. اینا چیزایی که واقعا در درونمه، خب نمیتونم اینو نشون بدم تو پستام و اصلا با گذشته ارتباطی ندارم، قصد انتقام گیری از کسی رو ندارم، اصلا همه چی رو رها کردم، زندگی الانم برام اهمیت داره. اما در این وصیت‌نامه‌اش که در یک دفتر 40 برگی بوده، گویا اموال خودش رو هم تقسیم کرده بوده و با دختر خودش خداحافظی کرده بوده، آزاده نامداری، که این دست نوشته اصطلاحاً موضوع رو تقویت میکنه و گویا آزاده نامداری شاید به دلیل سقط بچه خودش که در ابتدا گفته بودن که باردار هستش و بعد از اون هم حالا در آزمایش دوم اعلام کردن که نه، بچه‌ای در کار نبوده، شاید همین دلیل هم موضوعی بوده برای اینکه آزاده نامداری خودکشی بکنه. و نکته بعدی هم این هستش که اختلافات، حالا اونجوری که همسر خودش سجاده میگفته، زیاد نبوده، یک دعوای ساده زن و شوهری بوده، اما هیچ وقت فکر نمی‌کرده که این دعوای ساده زن و شوهری باعث بشه که آزاده نامداری خودکشی بکنه و این هم موضوعی بوده که بررسی شده بوده و این آخرین خبر بوده که از مرگ مشکوک آزاده نامداری در رسانه‌ها منتشر شده. در مراسم 40 آزاده نامداری هم همسرش سجاد عبادی یک بیانیه‌ای رو میخونه در خصوص 7-8 سال گذشته و حواشی که به سمت آزاده نامداری بود و اتفاقاتی که صدا و سیما برای آزاده نامداری رقم زد و او رو ممنون تصویر کرد که این وصیت به نوعی وصیت خانم آزاده نامداری بوده و قسمت وصیت‌نامه‌اش هم در بیانیه همسرش سجاد عبادی اومده بوده. قطعا این بیانیه رو دیدید، اگر ندیدید حالا این ویدیو هم دلیلی میشه که ما یک بار دیگه برای شما این بیانیه رو پخش می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استلقونه بسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید، در حالی که نزد خدا بزرگ است.
سوره مبارکه نور آیه 15. بارالها خودت شاهد و ناظری که در 1914 روز زندگی عاشقانه من شبی نبود که پیش از خواب از تو نخواهم که از قصه هایش کم کنی و بر دوش من بگذاری، که او روح و جانم است و مثل گل لطیف و حساس. اما حالا که آزاد جانم نیست، دینی برگردنم احساس می کنم. در این روزهای غمبار فراق دلم میخواد یک بار برای همیشه فقط گوشه‌ای از رنج و غمهای بیشمارش در این سالها را بیان کنم. غمهایی که آخر سر قلب مهربان و بخشنده‌اش را از حرکت انداخت. مخاطب حرفام مثل همیشه خودش که مطمئنم صدامو میشنوه و حرفامو تصدیق میکنه. بابا ابراهیم یه بار برام از روزهای دبیرستان گفت که بیان و صدای شیوات و مدیریت محکم تو رو تبدیل به معاون مدرسه کرد. بعد از فارغ التحصیلی مدیر همون مدرسه تا سالهای سال بهش زنگ میزد برای از دست دادن چنین دختری که معاونش بود. بعد از همون موقع ها بود که همراهش به جام جم رفتی و تست دادی و از میون 15,000 متقاضی بدون معرف و آشنا نفر اول شدی و اینگونه بود که در 19 سالگی پا به تلویزیون گذاشتی و حسرت. خودت نوشته بودی که کل جوانی تو صرف تجربه آموزی کردی، با تمام وجود و توان تلاش کردی، وقت گذاشتی و درست در آغاز زمانه پختگی و اوج شکوفایی ممنوع شدی. 10 سال از بهترین لحظه ها و سالهای عمر تو با تمام توان و انرژی در رسانه ملی گذراندی، رشد کردی، بزرگ شدی، اما با چنان مکر و حیله‌ای تو را به قربانگاه فرستادند که نتیجه شد همه طعنه‌هایی که این سالها تحمل کردی. بگویم از آن مصاحبه کذایی با شبه روزنامه‌ای که تیترش هنوز علیه تو دست به دست میشه. اون دستوری بود که معاون وقت سیما به تو داده بود که برو با این رسانه ها صحبت کن تا ممنوعیت تو رفع کنند. رفع شد. بگویم که در زمان ازدواجمان یا حتی بعدتر با بچه‌ای در شکم تا چه روزهایی درگیر دادگاه اون از خدا بی خبر بودیم. بگویم از آن یکی مجری بدلی که برای نبودنت ختم قرآن نذر کرده بود چه ها با تو کرد. بگویم از آن کارهایی که در مخیله کسی نمی گنجد ولی با دروغ و نیرنگ در حق تو انجام دادند. بگویم از آن مدیران ترسو که تک تکشان شاهد این همه بلایا بودن و در خلوت به ما حرف می زدن و عکسش رو عمل می کردن. کاش احمد صداشو کم کن یک. کاش تا فرصت زندگیشان به سر نیامده از حقایق بگویند که آن دنیا دیگر جای محافظه کاری نیست، چون اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. ولی نه، تو آنقدر بزرگ بودی که از همه عبور کردی و گذشتی و گذاشتی. اما همینها تپش قلب مهربانت را به شمار انداخت. همین قساوت ها، همین ناجوان مردانی ها، نیرنگ ها. اما من مثل تو نیستم، نمیتونم دیگه سکوت کنم، چون نسبت به تو و خانواده هم دینی دارم. آزاده صبورم، بعد از آن روزهای تاریک و تلخ همچون کبوتری زخمی به من خسته از روزگار و بیانگیزه پناه آوردی. انگار دنیا را به هر دوی من داده بودند. هنوز در سرخوشی این لطف خدا بودیم که ناگهان
با جماعتی هماهنگ روبرو شدیم که دروغ میگفتند و تهمت میزدند. مجله ها منتشر کردند، ویژه‌نامه ها نوشتند تا در مورد کیفیت و مدت ازدواجی که هنوز آغاز نشده بود نظر دهند. زندگی آغاز نشده ما در جدول و مسابقه نظرخواهی میشد. هرچه در توان بود گذاشتند، اما این بار از خدا بی خبران نمیدانستند که این معجزه عشق است. زندگیمان به ثمره آن خوشه گندم که مهریه تو بود کمی به آرامش رسید و فرصت شد تا ایده مادر تازه مرحومم رو با تو مطرح کنم. برنامه‌ای که خودت آرزوی ساختنش را داشتی شد آبان، برنامه‌ای برای زنان ایران. آنچنان قدرت و توان و تسلطت در اجرا را به رخ کشیدی که به سرعت پر مخاطب شد. اما مگر همین هم تحمل شد؟ فقط بعد از 15 برنامه تو را خواستند و گفتند میهمانها را ما دعوت کنیم، سوالها هم با ما. و نتیجه تعطیلی برنامه‌ای شد که تا همین امروز هم تنها برنامه تخصصی حوزه زنان باقی مانده. آزاده عزیزم، همیشه کتابخوان حرفه‌ای و علاقه‌مند به نویسندگی بودی که اولین مجموعه داستان تو سال 95 با نام برنامه‌ات که قبلا داشتی، خانومی که شما باشی، منتشر کردی که آن را هم شاعر گمنامی دچار مسئله و مشکل کرد و جلوی توزیع کتابت را گرفت. با همان روحیه خستگی ناپذیر ناامید نشدی و بلافاصله پیش تولید یک برنامه اجتماعی دیگر آغاز کردی تا بعد از سفرمان آن را شروع کنی. چه می‌دانستیم که لذت یک سفر خانوادگی هم به ما نیامده. خدا را شکر که سایت‌های زرد بیشتر کلیک خوردن، مجلات بیشتر فروختن، کانال‌ها و پیج‌ها عضو بیشتری گرفتن، شومن‌های آنور آبی و اینور آبی، کارتونیست‌ها بیشتر دیده شدن، ابزار خنده حتی در کنسرت‌ها هم فراهم شد و خدا را شکر که با ابراز انواع فحش و ناسزا به ما بخشی از بغض فرو خفته جامعه فروکش کرد. میدانی درد ما این بود که هموطن پناهنده سیاسی که به دنبال انتقام از این نظام بود به حریم ما تعرض کرد. قصه ما را منتقدان اجتماعی یک شبه زیاد کردند که قصد تدریس اخلاقیات در این جامعه دارند و الا پوشش تو در آن سالهایی که در هیچ سازمان و ارگانی نبودی و حتی در سالهای بعد از آن واقعه تغییری نکرد. ده‌ها پیشنهاد فیلم و سریال را برای سبک پوششت رد کردی و هیچ وقت هم ادعای الگو شدن نداشتی. با همه آن نامهربانی‌ها، با وجود پیشنهادهای شبکه‌های فارسی زبان به اصرار خودت بازگشتی. میگفتی من از چه فرار کنم؟ میخواهم همینجا باشم و برای مردمم کار کنم. ضبط گذرنامه‌ها، ماها ممنوع الخروجی، ماها احضار و بازجویی و استنطاق، هر روز یک لودگی و تمسخر، هر روز یک تهمت و تیتر. و تو چقدر صبور و محکم بودی در آن یک سال سخت. کاش آن نامردمان نقابدار مجازی به اندازه روح الله زم شرافت داشتند که در شب‌های قبل از اعدامش از تو حلالیت طلبید. اما منفعت طلبی آنچنان بر بخشی از این جامعه نفرین زده چنبره زده که اخلاق و انسانیت آخرین چیزی است که به ذهن متبادر می شود. آزاده مهربانم، در تمام عمر کوتاه زندگیمان هیچ مراسم عمومی را تنها شرکت نکردی و این آنچنان خار چشمی شده بود که من شر حاسد اذا حسد. و من میدانم که با کمری خمیده و دلی شکسته اما همچنان پر از امید و انرژی سراغ درست رفتی تا
برای روانشناسی کودک و خانواده در فضای اینترنت فعالیت کنی. اما عجبا که این بار هم تعدادی مدعی العموم و شاکی شدن از این که چرا این دختر همچنان کار میکند، چرا ساکت نمیشود. جماعتی که همیشه عقل کلن شکایت بردن که این خانوم که دانش آموخته ارشد روانشناسی بالینی با رتبه ممتاز از بهترین دانشگاه کشوره برنامه سازی روانشناسی انجام بده. همین شد که آن برنامه هم متوقف شد. حتی برای ایده گزارش فوتبال بانوان هم تو را تحمل نکردند. فقط بعد از 2 برنامه احضارت کردند که در صورت تکرار حکم تعلیق میگیری. آزاده با معرفتم، آنچه که من از تو در این سالها دیدم و لذت بردم و یاد گرفتم معرفت بود، حمایت از همکار و رفیق بود، پشت دوست در آمدن در هر زمان شده بود معمولی ترین کار تو. از مجریان تا هنرمندانی که شاید فقط مشی و مشربشان را پسندیدی و هرگز ندیده بودیشان، از ورزشکاران دختر تا حتی استقلالی های متعصب که همیشه تمجیدشان میکردی، تا یاد کردن از برنامه 90 در همه دوشنبه های زندگیت، ذکر خیرهایی که در حافظه همه خواهد ماند. خدای من شاهد است که در طول 3 سال گذشته برای هدر نشدن توان و مهارت و استعدادت روزانه ای نبود که جستجو نکرده باشی، دنبال مجوزی نبود که نرفته باشی. 10 مدیر و مسئول و کارگردان و تهیه کننده شاهد ماجرا هستن، همینجا هستن. اما همه شد وعده‌های پوچ، امیدهای واهی، رنجهای پیاپی. کار را به جایی رسانده بودند که حتی دوستان نزدیکت که امروز هم نیامدن را به واسطه ارتباط و حمایت از تو تحریم و ممنوع می کردن و ماند حسرت ساخت و پخش برنامه‌ای که با پشتگار همیشگیت در حوزه روانشناسی آغاز کرده بودی. همان ایده‌ای که برای برنامه ریزیش و پیش تولیدش در اسفند و نوروز در خانه ماندی و همراه ما به سفر کوتاه شمال نیامدی. خواستی به دیدن مادر بزرگ فرتوت هم بیایی، ولی همان کار نیمه تمام باعث تنهایی تو شد آنچه نباید میشد. آزاده دلم، اینها فقط گوشه ای از رنج‌های پیاپی و مداوم تو در این سالهای پردرد بود. غم‌هایی که ذره ذره و بی وقفه بر قلب رنجورت ضربه زد، قلبی که این همه فشار را دوام نیاورد و از تپش ایستاد. به قول آن قاضی معروف، پرونده مرگ تو به مثابه قتل مدنی در حقوق جزاست. اما خدا را با قلب شکسته شاکرم که دخترم را با رویایی سوخته و با هزاران افسوس تا هر لحظه عمرش به مادری شجاع، صبور، مقاوم و توانمند افتخار خواهد کرد. خدا را با لبی پر از آه شاکرم، که توفیق زندگی با معشوقم در این دنیا را هرچند کوتاه به من بخشید و تا آخر عمرم افتخار درک وجود نازنین و ارزشمندش خواهد بود. خدا را با دلی اندوهگین شاکرم که آنچنان عزت داد تا پچ های نامردمانی که حتی در هنگامه مرگت دست از شایعه پراکنی بر نمی‌دارند ناکام بماند. خدا را با همه وجود شاکرم که می‌دانم که حالا به آن دل پر از درد آرامشی بی انتها بخشیده و رنج‌های این دنیا دیگر به آن قلب نازنین و مهربان آسیب نمی‌زند. خدایا آزاده را در کنار مادر مهربانم که او هم بر اثر همین ناملایمات اجتماعی در بهاری رنگ خزان شد و سیاه پوشم کرد، زیر سایه لطف خودت قرار بده و به دل خانواده ما آرامشی عطا کن که چرا که
ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. گمان مبر که خدا از آنچه ظالمان انجام میدهند غافل است، بلکه کیفر آنها را برای روزی تأخیر انداخته است که چشمها در آن از حرکت باز می ایستد. آزادم ببین چون عشق درگیر من است، دیگر گذشت آن دوره که تقدیر زنجیر من است. شاید نمیدانی ولی از خود خلاصم کرده ای، آینه خالی فقط امروز تصویر من است. با عشق تو برباد رفت آن آبروی مختصر، من روح بارانم ببین چون عشق تقدیر من است. سجاد عبادی 49مین روز بی آزادگی. من شرمنده همتونم، پای همتون رو میبوسم. تو این 40 روز خیلی زحمت کشیدید، محبت کردید، از اقصا نقاط کشور، از اقصا نقاط دنیا همه ابراز لطف کردن. خیر ببینید، غم نبینید. خیلی محبت کردید، برامون دعا کنید، برای گندم خیلی دعا کنید. ببخشید. محمد حسین در صورت اون چیزی که هست، امیدوارم که خدا به خانواده آزاده نامداری صبر بده و ما دیگه شاهد این نوع اتفاقات نباشیم. در طول چند سال گذشته، بهتر بگم 10-15 سال گذشته، 4-5 تا دیگه از مجرای صدا و سیما خودکشی کرده بودن و این بار اولش نبوده که یک مجری بخواد خودکشی بکنه، یک آدم معروف یا سرشناس. و این هم از نکات تلخ و عجیب و غریب افرادی هستش که یک زمانی معروفیت رو به شدت تجربه میکنن و بعد از اون هم وقتی معروفیت رو ازشون میگیرن این اتفاقات براشون بیفته. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.